در روزهای استراحتی اختیاریان جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت استقلال در کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی سهم گذاشتند. گروه اختیاریان در شهر گلستان با ساکنان محله‌ها در شنبگی عمومی شهر اشتراک نموده در نزد بیناهای استقامتی نیالهای همیشه سبز و آرایشی شنیدند. در این روز بیش از 100 عدد درختان آرایشی در چند محله‌های شهر گلستان شنیده شد. باعث ذکر است که نیالها قبلا از جانب جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت استقلال از یارمارکه فروش نیال و کوچه تخمی‌ها خریداری و به شهر و نواحی مختلف ولایت دسترس کرده شد. ساکنان محله‌ها از این اقدام جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت استقلال و اختیاریان جمعیت اظهار خرسندی نمودند. ما نیز ساکنان محله بخشیده به استقبال 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خود را برای آبادانی شهرمان گذاشته ایستاده‌ایم. با دستگیری هلال احمر 100 بیخ درخت آرایشی جدا کرده شد. ما شنونده شهرمان را آباد و زیبا گردانیده ایستاده‌ایم. پرویز جبارزاده کاتب اجرایی بخش ولایتی جمعیت هلال احمر جمهوری تاجیکستان در ولایت استقلال ابراز داشت که در روزهای استراحتی اقدام‌های عنعنوی در شهرهای گلستان و بوستان با جلب دایره وسیع ساکنان و اختیاریان جمعیت راه‌اندازی گشته است. نام برده ابراز داشت که در همبستگی با جمعیت صلیب سرخ ایتالیا بیش از 1300 عدد درخت همیشه سبز و سوزن برگ از یارمارکه فروش نیال خریداری کرده شد. نام برده اطلاع داد که همچنین چندین نوع دیگری درختان همیشه سبز و آرایشی نیز خریداری کرده شد و تاکنون در روزهای استراحتی توسط شنبگی و با جلب اختیاریان مرکز و ساکنان شهر و نواحی در کوچه و خیابان‌ها نزد بیناهای استقامتی و کنار راه‌های نقلیات گرد شنیده شد. ما در یارمارکه ولایتی یعنی در فروش درخت‌ها گلبوته‌ها اشتراک کرده بودیم و با طریق درخواست ما با صلیب سرخ ایتالیا اویدی مبلغ گذاری ما از بازارها یعنی یارمارکه‌ها زیاده از 1300 عدد ارچه‌های همیشه سبز یعنی سوزن برگ، مژیویلنیک، تویا دسترس نمودیم و زیاده از 1800 دونه شمشاد، بریسکلت و 200 دونه ایندیسک سیرین خریداری نموده در منطقه ولایت سوخت یعنی در شهر و ناحیه‌ها شنونیده ایستاده ایم. ما با اقدام داریم من بعد در شهر استقلال، کوهستان مسچا، ناحیه عینی با زیاده از 600 عدد درخت‌های همیشه بس یعنی سوزن برگ دسترس نموده برای آبادانی کشور عزیز ما با طریق ولنتیران خود و با طریق کارمندان خود نفوس خود را گذرانیم. باعث ذکر است که طبق اطلاع مسئولین جمعیت هلال احمر جمهوری تاجیکستان در ولایت استقلال هدف از تشکیل شنبگی‌ها با جلب اختیاریان مرکز این پیش از همه سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و سازندگی سبز و خرمگردانی کوچه و خیابان‌ها با مقصد استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و تجلیل سزاوار عیدهای در پیش ایستاده محسوب می‌یابد. در نظر است که من بعد نیز از جانب جمعیت با جلب اختیاریان و اهالی بهره زیبا و خرمگردانی کوچه و خیابان‌ها اقدام‌های نظررس راه‌اندازی خواهد گشت. رستم احمدов برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.